دختری که پشت تلفن قورتت میده میخورتت وقتی میاد پیشت. یک لیدار And not that it allows you to carry objects with a rope? Wait, what? There's no way this is real. What is he doing? Okay. Huh. What are they doing? Bro, he has to be doing something. He's folding it, right? Yeah. Oh, he's taking out an object. Oh, he's going to put it right there? What is it? How's it going to latch on? Wait a sec. What? How's this possible? There's no way. What? What? It turned into a basket! از صبح که دوتا چشای من بازه یه دوب میزنم روزمو میسازه قهوه زیادیش باته یا کم فازه بفرست واسه هر کی کافه این بازه امشب دل من حبس ماچا کرده توی استوری چوسیده پا کرده امشب دلم واسه کافی زب کرده از بس دیگه قهوه خورده کف کرده. راستی چی شد که معتاد قهوه شدی؟ یه کافه بود تو شمرون یه چی میریخت تو پنجون میزدیم میگفتیم آخ جون معتاد که شدیم گفتن یارو شیره میزد تو قهوه هامون. این که چیزی توش نیست. نه خیالتون راحت باشه. خدا رو شکر. تو الان نوشیدنی تو با اینا میخوردی؟ دوست داری به یاد بدم که چجوری هم مهمون پسند باشه هم طعمش خوشمزه شه؟ هر نوشیدنی بیرنگی که من این رو انتخاب کردم کافیه بمبکگیری بریزی حالا نوشیدنی تو اضافه میکنی اینم دخترونش اینو که هم موتوری میگیرید من قیمت ندارم ولی درست کنید بخورید میشه جمع. مرغ پرکنده یکیری تقاسه چی تو میگیری حقوقم نمیشه یک کتفه تخمتم نمیشه گرفت که باباتو نه بابات معلومه نه ماما فاز بره نگیره انقدر براما این روزا یه جوری قد میکنی انگاری دنگ کجی هد میکنی دیگه از قشر ما سوایی همه شین میز سرانی با وزیر و وزرایی با ما نمیای خوش گذرانی سر برج پولامو میریزم زیر پادرون تو